سلام خدمت همراهان عزیز ایران بروکر. اگر تا قبل از 2 سال پیش مشتری بروکر وینزور بودید و الان بعد از مدت‌ها دوباره سراغ اون برگشتید، احتمالاً متوجه شدید که دیگه خبری از اون در بازار ایران نیست. داستان از این قراره که بروکر وینزور در سال 2024 اعلام کرد دیگه به ایرانی‌ها خدمات نمیده. ولی تیم فعال در بخش فارسی بروکر با یک برند جدید به اسم WM Markets وارد بازار شد و دفتر اصلیش رو هم در کوموروس راه اندازی کرد. در واقع خدماتی که قبلا وینزور ارائه می‌کرد حالا با نام جدید WM Markets ولی با همون کیفیت رو میتونید از این بروکر دریافت کنید. ما با تجربه بررسی بیش از 700 پلتفرم مالی در وبسایت ایران بروکر قصد داریم به نقد و بررسی بی‌طرفانه بروکر WM Markets بپردازیم. پس اگر دنبال یک مرور کامل و بدون حاشیه هستید، حتما تا آخر ویدیو همراه ما بمونید. و قبل از اینکه که وارد جزئیات بررسی بشیم، یک نکته مهم رو فراموش نکنید. برای اینکه همون اول مسیر توسط لینک‌های نامعتبر سرمایه‌تون به خطر نیفته، حتما از لینک معتبر و مطمئنی که در توضیحات ویدیو براتون گذاشتیم برای ثبت نام استفاده کنید. به دلیل تحریم‌ها، بروکرهایی که رگوله معتبر سطح 1 دارن امکان خدمات دهی به ایرانیان رو ندارن. به همین دلیلی که تیم فارسی زبان بروکر وینزور هم برند WM Markets رو راه اندازی کرده که به عنوان شعبه آفشور بروکر بتونه به کار خودش ادامه بده. این شعبه در حال حاضر دارای مجوز از سازمان خدمات بین‌المللی مهلیه که همینطور که گفتیم رگوله سطح 1 به حساب نمیاد. حالا بریم ببینیم WM Markets چه حساب‌هایی رو در اختیار کاربرانش قرار میده. بروکر WM Markets در حال حاضر دارای 2 حساب معاملاتی پرایم و زیرو هست. و البته برای معامله‌گران حساب زیرو امکان تبدیل به حساب VIP زیرو رو هم قرار داده که راجع به شرطش صحبت می‌کنیم. در حساب پرایم حداقل واریزی $50 و اسپردش هم در تمامی نمادهای معاملاتی از 1 پیپ شروع میشه. معامله جفت ارزهای فارکس و طلا توی این حساب کمیسیون نداره و تنها حساب WM Markets که از شرط حساب اسلامی هم پشتیبانی میکنه، یعنی سواب شبانه نداره. برای افتتاح حساب زیرو نیاز به $1000 سرمایه اولیه دارید. اسپردش هم برای نمادهای اصلی از 0 پیپ شروع میشه و در تمام نمادهای معاملاتی کمیسیون $8 داره. در ضمن هر 2 حساب پرایم و زیرو از اهرم معاملاتی 1 به 2000 پشتیبانی میکنه. آخرین حساب معاملاتی هم حساب VIP زیروه. این حساب برای تریدرهای حرفه‌ای طراحی شده، یعنی حداقل واریزی اون سفارشیه و برای فعالسازی باید با پشتیبانی بروکر در تماس باشه که اونم اسپردش از 0 شروع میشه. کمیسیون معاملاتیش هم $5 برای فارکس و طلا و $8 برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده. از لحاظ نماد معاملاتی هم باید بگیم WM Markets دارای تنوع زیادی از جفت ارزهای فارکس، کالا، فلزات ارزشمند، ارزهای دیجیتال و شاخص‌های بین‌المللی. پلتفرم‌های معاملاتی که WM Markets ازشون پشتیبانی میکنه متا تریدر 4 و 5 برای تمامی نسخه‌های موبایل و دسکتاپ هست و اپلیکیشن اختصاصی هم داره که به راحتی میتونید از بخش اپلیکیشن موبایل WM Markets در محتوای آموزشی متنی این بروکر از سایت ایران بروکر دانلودش کنید. خب بریم خدمات WM Markets رو با هم بررسی کنیم. اولین مورد کپی تریدینگه. با کمک کپی تریدینگ شما میتونید دقیقاً معاملات یک تریدر حرفه‌ای رو توی حساب خودتون کپی کنید. البته توی انتخاب تریدر باید دقت زیادی به خرج بدید. از لحاظ پشتیبانی هم باید بگیم این بروکر به صورت 724 خدمات دهی به زبان فارسی داره و سایتشون هم فارسیه و اینکه گاهی پیش میاد که زمان پاسخدهی به مشتریان یکم زمان بر باشه. از لحاظ واریز و برداشت هم WM Markets 2 روش واریز و برداشت رو ارائه میده که شامل ریالی مستقیم و واریز و برداشت با ارزهای دیجیتال مثل تتر و بیت کوینه. و برای واریز ریالی شما باید ابتدا با پشتیبانی هماهنگ کنید تا اطلاعات لازم رو به شما بده. خب اگر این
بررسی براتون مفید بود و قصد داشتید بروکر WM مارکت رو امتحان کنید، لینک مستقیم و معتبرش رو داخل توضیحات ویدیو واسهتون قرار دیدیم. حتما به بخش نظرات سایت ما سر بزنید. میتونید تجربه‌های واقعی کاربران رو بخونید و اگر خودتون هم سابقه کار با WM مارکت داشتید، خوشحال میشیم نظر و تجربتون رو با ما و بقیه به اشتراک بذارید. یادتون نره برای حمایت از ما کانال رو در آپارات یوتیوب دنبال کنید و اگر این ویدیو براتون مفید بود لایکش کنید.